حالا شد سعی کنی گوشی یکی از اقوامتون رو بدزدی؟ من این کاری کردم ولی پشیمونم نشدم. یه روز که من بچه بودم، بعد یه نقاشی خیلی خوشگل کشیده بودم، تو نقاشی چپن چلاق بود. ولی خب بعد همینجوری که داشتم که عموم اومد مداد خودکار از دستم گرفت، شروع کرد روش نوشتن، نقاشی منو خراب کرد. منم ناراحت شدم، اعصابم ریخت بهم. فرداش که عمومو دیدم، همون موقعی که بغلش کردم گوششو برداشتم تا یه هفته عموم داشت دنبالش میگشت. و بعد از اون که بهش پس دادم گفتم عمو دیگه نقاشی های من خراب نکن، ولی باز اون کاری کرد. دفعه بعدی کیف پول و گوشیشو با هم دزدیدم. این بار خیلی نگه نداشتم چون نیازشون داشت. ولی خب شما این کارو نکنید. اگه لایک کنید سابم میکنید. خدافظ.